پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف به فرمان امضا گذاشت که طبق آن 19 سپتامبر سال 2022 در سراسر آن جمهوری روز ماتم ملی اعلام کرده شد. خدمات مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان گفت روز ماتم ملی به یاد شهروندان در جریان مناقشه‌های خونین اخیر در مرز با تاجیکستان کشته شده اعلام شده است. طبق فرمان در این روز در سراسر قرقیزستان همچنین در مؤسسه‌های دیپلماتی این کشور در خارجه پرچم‌های قرقیزستان را پایین می‌آورند و به مؤسسه‌های فرهنگی و شبکه‌های رادیویی و تلویزیون توصیه داده شده است که تمام برنامه‌ها و چهاربینی‌های تفریحی را بیکار کنند. بنا به آخرین آمار وزارت تندرستی قرقیزستان در جریان زده‌خوردها در مرز با تاجیکستان از جانب قرقیزستان 36 نفر کشته و 129 نفر زخمی شدند. تاجیکستان تا کنون یگان معلومات رسمی درباره تلفات خود نشر نکرده است، ولی منابع غیر رسمی درباره دهها کشته و زخمی خبر میدهند. از جمله منابع رادیوی آزادی شماره کشته شده ها را از طرف تاجیکستان در جریان مناقشه‌های مسلحانه روز 14-16 سپتامبر 39 نفر گفتند. اکثر قربانیان متاسفانه ساکنان ملکی از جمله زنان و کودکان می باشند. هنوز معلوم نیست که آیا در تاجیکستان نیز به یاد قربانیان مناقشه مرزی ماتم ملی اعلان میکنند یا نه. در گذشته در پی چنین مناقشه‌های پرقربانی حتی بعد مناقشه پایان ماه اپریل سال 2021 که طرف تاجیکستان 19 کشته و جانب قرقیزستان 36 کشته داد، در تاجیکستان روز ماتم اعلان نشد. این دفعه چند روز با ساکنان تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی از مقامات تقاضا دارند تا به یاد قربانیان مناقشه اخیر روز ماتم ملی اعلان کنند. از جمله روز 8 سپتامبر ادیب شناخته تاجیک عبدالقادر رستم در صفحه‌اش در فیسبوک چنین پیشنهاد کرد: از حکومت می‌خواهیم روز دوشنبه 19 سپتامبر در تمام حدود کشور به سبب مرگ فرزندان تاجیک از دست تجاوزگران قرقیز روز ماتم ملی اعلام کرده شود. این تشبث عبدالقادر رستم در بین کاربران هم‌آوازی زیاد پیدا کرد، ولی مقامات تاجیکستان هنوز به این پیشنهاد یگان واکنش نکردند.